اما برای بحث بیشتر ابراهیم علیزاده دبیر اول کمول سازمان کردستان حزب کمونیست ایران و از اعضای مرکز همکاری احزاب کردستان ایران از سلیمانیه کردستان عراق با ما هست. آقای علیزاده، میدونم که بیانیه‌ای شما دادین در همین مورد، کمی اول از اون برامون بگید تا من سوالای بعدی از خدمتتون بپرسم. ببینید، بیانیه‌ای که قبلا داده شده بود برای اعتصاب عمومی بود و ما از اون پشتیبانی کردیم و این اعتصاب عمومی پیروزمندانه تا همین الان ادامه داره و یکی از صحنه‌های شکوهمند اعتراض بر علیه جمهوری اسلامی و یک به اصطلاح اعتراض سیاسی تمام و کماله. بنابراین اون چیزی که ما همه درش به اصطلاح همراه بودیم این اعتصاب عمومی بود که ما هم با دوستان دیگرمون در ناوند همکاری همراهی کردیم و اونا هم به اصطلاح هماهنگی با ما روز معینی رو برای اعتصاب عمومی اعلام کردن. بیشتر از اون ما هنوز اعلامیه‌ای در رابطه با ادامه فعالیت‌هایی که در رابطه با این قضیه باید صورت بگیره هنوز اطلاعیه‌ای صادر نکردیم. اون چیزی که مسلمه اینه که اگر بخواهیم این مبارزات به نتیجه قطعی برسه بایستی حرکت‌های آینده و تاکتیک‌های سیاسی آینده رو به طور مشخص معلوم کنیم. تفاوتی که اساسی که این حرکت با بقیه اعتراضاتی که سالهای گذشته در سطح ایران داشته اینه که این حرکت آگاهانه رهبری شده و سازمان داده شده بوده و روز و ساعتش هم معین بوده و نتیجهش هم معینه. نتیجهش هم یک پیروزی قطعیه که مردم کردستان و به نظر من با پشتیبانی بقیه مردم ایران به دست آورد. چه اطلاعاتی از شهرهای کردنشین ایران دارید در حال حاضر؟ برای اینکه بسیاری حداقل میشنویم در گزارش‌ها که اینترنت در اونجا قطع شده. بله، اینترنت در بسیاری جاها یا به طور کامل قطع شده یا کند شده. برای نمونه دیشب در سر صندل برای مدتی قطع شد، در شهرهای دیگه هم به طور کامل قطع نشده ولی کند شده. منتها خب راه‌های زیادی را مبارزین و فعالین پیدا میکنن برای اینکه اطلاع رسانی کنن و اخبار بالاخره به بیرون درز میکنه و صحنه‌های این اعتصاب پرشور امروز در رادیو تلویزیون‌ها و رسانه‌های جمعی دنیا و در شبکه‌های اجتماعی منعکس شده. و همونطور که خودتون گفتید فعلا برنامه بعدی دارید یا نه؟ یعنی کاری قرار هست انجام بشه بعد از این اعتصابی که شما ازش حمایت کردین؟ به طور قطع باید کاری کرد. آیا حرکت بعدی اعتصابات دیگه خواهد بود یا تظاهرات خیابانی یا راهپیمایی یا هر چی؟ این بستگی داره به شرایط معینی که در هر محلی، در هر شهری، در هر محلی فعالین محلی تشخیص میدن و اونجایی که به هدایت سراسری و رهبری شده از بالا مربوط باشه فعلا دستورالعملی در این مورد صادر نشده، ولی اون چیزی که معلومه اینه که به نتیجه رساندن این خواستا و مطالبات که در این اعتراض عمومی امروز عنوان شد احتیاج به پیگیری داره و تنها با یک اکسیون جمهوری اسلامی عقب نشینی نمی‌کنه. ممنون از شما ابراهیم علیزاده، دبیر اول کمول سازمان کردستان حزب کمونیست ایران.